سلام، من مجتبی‌ام، عضو تیتی کلاب. با گفتگو اختصاصی با محمد و امیر در خدمتتون هستیم، مالک سیویک قرمز. خیلی خوش اومدید. امیدوارم که همیشه موفق باشید و با سختی‌های روزگار بسازید. از چند سالگی متوجه شدید که به ماشین علاقه دارید؟ والا از همون اول واسه ما یه جورای خانوادگی این قضیه، اصلا تو بابا و عمو از همون اوایل شروع شد. یکم بیشتر اگه توضیح بدی ممنون میشم. همون اوایل عمو استارت زد دیگه، ما تازه راه افتادیم و زبون باز کردیم. عمو یه 405 مشکی داشت، یه رینگ بروبت نرم ماده و سابای کمبوده روی تاخچه و از همون جاها شروع شد دیگه. منم همینطور، ولی خب با فیلم‌های سریع و خشن و بازی‌های ریسینگ قوی‌تر شد. بعد اگه سنتونم بگید خیلی ممنون میشم، چون خیلی مهمه. من 23 سالمه، امیرم 20. من 19 سالم. 19 تا حالا شده که ماشین باباتون یواشکی بعدید دو تا دلت بخواد. این آقا اسطوره است این قضیه. تصادف هم کردید باش؟ من کردم. بعد تو خانواده کلا از زمانی که حالا گفتید که حالا ماشین بازی کلا چون تو خانواده‌تون بوده، ولی کلا تو خانواده کسی هست که الان مخالف باشه با ماشین بازیتون و خرجی که برای ماشین میکنید و اینا؟ بابام چون تو این کار بوده، حالا به قول خودش آره از زندگی عقبت میندازه، ولی خب به نظر شخصی خود من خب یه جوری که روحت ارضا میشه با اون قضیه دیگه، میخوای پیگیر بشی به تفریحای دیگه، یه جوری روحت رو ارضا کنی، ولی خب با این ماشین بازی به نظرم سالم ترینشون همینه، میارزه این قضیه. من نظرم همینه. درسته، بابام همیشه میگه که عقبت میندازه توی از لحاظ مسائل شغلی و مالی. بعد اولی ماشینتونه یا ماشین دیگه هم داشتید بجز این؟ نه داشتیم، یه دونه پراید داشتیم نقره‌ای. بعد پول اینو خودتون جمع کردید یا آره. از خانواده کمک گرفتید؟ بابام کمک کرد. چرا؟ من این ماشین رو که گرفتیم، پراید رو دادیم، اینو گرفتیم و سر بازسازیش یه 100 تومانی خودمون جمع جور کردیم، یه 100 تومانی هم بابا گرفت سر پرداخت اقساطش کمکمون کرد. میتونی بگی حدوداً چقدر خرجای ماشین کردید حالا؟ ماشین رو حدود 110 تومن گرفتیم و تا الان هم حدود تقریبا 200 تومن خرجش کردیم. شاید هم بیشتر. پیزاشو جمع نزدیم، ولی خب یه جورای کلیه 150 پیاده شد. حدود 200 تومن در. حالا تو این زمانی که داشتید این کارو انجام میدادید، حالا زمانی که ماشین رو خریدید شروع به بازسازی کردید و اینا، وسطش جا زدید که دیگه بیخیال بشید؟ نه، ولی اما من آخراش داشتم ناامید میشدم. آره از سیویک و ژاپن. چرا؟ دلیلش چیه؟ خب چه مشکلاتی بیشتر بود؟ کار کردن و جمع کردن بیشتر بحث مالیه بود به نظر من. اون خیلی اذیت می‌کرد برای کسی که مثل من که هم دانشجو هم از اونور کار میکنم، پول جمع کردن و قیمت لوازم میذاره اذیته. برای من دانشجو این مشکل. اما بازم هر جوری شده بالاخره به یه جایی رسوندیم ماشین. آره. ماشین قبلیتون هم کلاسیک بود یا نه ماشین؟ نه پراید بود. اونم همین مشکلات داشت خرید لوازم و اینا یا نه فقط ماشین کلاسیک؟ نه پراید نداشت. حالا توی بحث مدل ماشین من اون اصالتی جمع کردن و کره و باز آمریکایی ژاپنی نبود، ولی خب حالا چون هم چیز ماشین معمولی بود، یه پنو و یه رینگ و یه سیستم، سختی نداشت. جواب بود. آره. بعد اینکه تا حالا به خاطر ماشینتون گریه هم کردید؟ آره اون یک سالی که تو پارکینگ خوابید واسه جمع کردن پول. آره این دلتنگی باعث گریه‌تون میشد. دقیقاً منم همینطوری بودم. انقدری عاشق ماشینم بودم که وقتی مثلا از سر کار یا مدرسه برمیگشتم، وقتی نگاش میکردم یکم اون چشم پر شدنه و فلان. بعد بهترین خاطرتون چیه با این ماشین؟ سفرها و دور همیهای تیتی کلاب. آره با هم رفتیم، اون خیلی چسبید. خاطره بعدتون؟ خاطره بعدمون سر چیزه بود، پولی دینامه بود. ما این ماشین رو دینامشو باز کردیم، اوورهال کردیم، شبش پولی دینامه جاش گشاد کرد انداخت بیرون. اون خیابون موندن. اما به نظر من این واسه من خاطره بدی نبود، چون با داداشم میگفتیم و میخندیدیم و این ماشین رو ردیف میکردیم. حالا فکر میکنید کی دیگه ماشین بازی نکنید؟ البته شما تازه اول راهیدا، سنتون هم حالا سن زیادی نیست و تازه شروع کردید، ولی کلا فکر میکنید که اصلا ممکنه ماشین بازی کنار بذارید یا نه؟
اونو نمیشه گفت واقعیت، چون اول همون به قول شما سنمون پایینه، از اون طرف معلوم نیست روزگار چه بلایی سرمون میاره. شاید به این شدت رینگ و سیستم و فن و فلان نمونه واسمون، ولی خب تمیز نگه داشتنه، مرتب نگه داشتنه، آره. منم نظرم همینه، ولی خب وقتی که حالا متحد بشم و اینا دیگه اگزوز و لوازم موتوریش و اینا رو باز میکنم، سعی میکنم فابریک رو تمیز سوارشم. حالا یه بحثی که حالا خیلی از جوونا مثلا دوست دارن بیان سمت این ماشینا، ولی خب واقعا میترسن. حالا بزرگترین مشکلی که مانع راه مثلا حالا ما خودمون کلا برای جمع کردن این ماشینا و سوار شدنشون تو ایران است چیه فکر میکنید؟ به نظر خود من اون، فکر کنم نظر تو هم همین باشه، اون صنعتکار. نه به نظر من صنعتکارم درسته، اما طرف درآمد هم داشته باشه. نه آره. که فقط یه دانشجو باشه و درآمد نداشته باشه نتونه کار کنه. خب اون که حتما حالا یه کاری داشته باشه، یه درآمدی داشته باشه. من به نظرم اون مالیه اوکی میشه، بالاخره یه روز اوکی میشه، منتها این صنعتکار خوب و بد خیلی. مکانیکا و اینا منظورتونه؟ آره از نظر من موتورهای فابریک سیویک چندان دردسر خاصی نداره، یعنی میتونن فابریک سوارشن، ولی توی بحث لوازمی کردنش خب یکم سخت میشه. حالا اینجا که گفتیم موتورهای فابریک سیویک، اصلا در مورد مدل ماشینتون یه توضیح به من، یعنی به من که نه به بیننده‌های عزیز توضیح بدید که ببینیم مثلا مدلش چیه، موتورش چیه، کلا ماشین واسه چه سالیه. متوجه شدم. ماشین مدل 1994 همون 7374 خودمون میشه و در ضمن موضوع شما انژکتور شده و یک سری انژکتور لوازم انجین داره. فابریکه، یه پیستون اس‌آی داره، یه فیلتر مکش و یه هدرز و چیز خاصی نیست. همین. و از نظر فنی همین. از نظر رینگ و لاستیک هم که یه رینگ RPF1 زیر ماشین و بعد سرعت هم میرید با این؟ دیگه خوره که دیگه هممون هست. سوال شاید مسخره بود ولی خب بالاخره ولی خب از اونجایی که من بیشتر خب امیر محتاط‌تره. آره امیر محتاط‌تره. اون احتیاط از چی برمیگرده؟ مثلا اینکه ماشین آسیب نبینه یا خب ندارید مثلا آره، دوست آره. نداری که از همون آسیب دیدن نه، من بیشتر. واقعیت خیلی حال میکنم که ماشین سرعت بدم، اما خب یه عاشق با عشقش بدرفتاری نمیکنه. از اون ور حالا ما پایتخت نیستیم، ما حالا به قول پایتختی ما بچه شهرستانیم. بچه کجایی؟ ما شهرستان بچه زنجانی. آره چون پایتخت نیستیم یه ذره دسترسی به لوازم اذیت. من باید 3 روز وایسم اون لوازم با پست پیک اتوبوس بیاد برسه دستم تا بتونم دوباره برسونم به حالت اوله. حالا واقعا از نظر شما کسی میتونه، مثلا یه انسان میتونه که عاشق ماشین باشه، یعنی واقعا عاشق، نه اینکه حالا مثلا میگه یه ماشین جمع کردم، اینکه واقعا مثلا ماشینش نباشه دلش تنگ بشه، مثلا یه چیزیش میشه تصادفی میکنه یا یه چیز خرابی توش به وجود میاد ناراحت بشی از واقعا از ته دل، نه به خاطر پول ناراحت شی، وقتی اینکه خب بالاخره آسیب این یه دونه رو شما داره. ببره. یه سری ها مثل ما ذاتیه، اما مثلا کسی هست انقدری تنها شده که به یه ماشین یا یه موتور دل میبنده و تنها دلخوشش خب میشه همین ماشین و موتور زیر پاش. آره حالا شما که فکر کنم تو این دور زمانه و تو این شرایطی که ما داریم ازدواج کردن واقعا شاید یه شوخی شده باشه، ولی به نظر شما ازدواج کنید مانع ماشین بازیتونه؟ ازدواج کردن برای جوان مانع ماشین بازیه؟ اون یاره داره دیگه. خب مثلا شما باید انتخابی که میکنید تو انتخاب اون یارت باید در نظر بگیری ماشین بازی تو. معیار رو باید لحاظ بشه دیگه. معیارهای ازدواج همسر ماشین باز باشه دیگه. تقریبا سوالامون تموم شد. حالا یه دونه چالش داریم در مورد همین خودرو که حالا گذاشتیم، نمیدونم حالا نوبتی میخواید جواب بدید یا یه دونه شما بگید یه دونه شما، یا از جفتتون میپرسم چون آره جدا. شما بگو. یکی در میون بپرسم. سیویک یا لنسر؟ 100% سیویک. سیویک یا گالانت؟ بازم سیویک. سیویک یا آکورد؟ اینو شما بگو. این سلیقه من باشم سیویک، من باشم آکورد. من کت شلواری تر. ما هم چون ادامهش رو با همون چیز بگم به همون آکوردی که شما میگی رو اول چیز کنیم بعد از داداشتم میپرسم. حالا هوندا آکورد یا مازدا 323؟ من بازم آکورد دوست دارم. مازدا آکورد یا آلتیما، نیسان آلتیما؟ خیلی سخته. خب همون باید سخت‌تر بشه دیگه چالشه. آلتیما. آره آلتیما. حالا می‌خوایم بریم یه لول ماشینای بالاتر، حالا قطعاً که خب دسترسی دسترسی نداریم بهشون، ولی خب می‌خوام بریم رویا پردازی‌ها چجوری، حالا مثلا طرف دوست داره. حالا آلتیما یا مازدا RX-7؟ RX-7 روتاری. اون برا واسه این چیز دیگه است. RX-7 یا 34؟ بازم RX-7 من دوست دارم.
امیر تو چی؟ ازش میپرسم. من از بچگی عاشق آرسی و شاربیم. اون آرسی و آندر چهار. پاوره و آرسی و 4 آبیه و اصلا حالا R34 یا هوندا NSX؟ NSX 100%. آرسی و شار. R34 100% NSX 100% NSX. دعواتونه. NSX یا EVO X؟ من NSX. آرسی و شار. R34 همچنان R34. خب حالا میرسیم به قول مرحله آخر دیگه. حالا البته اونم نظری، شاید برای شما قولش هم NSX یا R34 باشه. NSX یا سوپرا؟ سوپرا واقعا ذره تخصص، حالا سلیقه‌ای رو بذاریم کنار، ماشینی که تیون خوره، اون انجینی که داره، یعنی میشه ازش توان خیلی بالایی گرفت، چیزی که بین‌المللیه. این همه سوپرا رو دوست دارن، من شخصا NSX رو دوست دارم. اون فرم بدن طراحی. R34 یا سوپرا؟ بازم آرسی و شار. R34. حالا صحبتام تموم شد تقریبا، صحبت دیگه ای نیست، فکر کنم تقریبا کامل بود. حالا اگه صحبتی خودتون دارید که دوست دارید بگید ازتون نپرسیدم، یا حالا درد و دلی دارید به قولی دوست دارید انجام بذار یه بدید. دونه رو من بگم. یه ذره از اون فاز ماشین ملیه در بیان بیرون. هممون اون ارق ملیه رو داریم، ما اصلا بحث اون نیست. خب آقا من رفیق خیلی دارم، پراید سوار میشن، پرشیا سوار میشن، سمن سوار میشن و خیلی هم فابریکیم با هم. خب واقعا از جزو رفیقای خوبم هستن. شاید یکی از دوستان این کلیپ رو ببینه، از صمیمی‌های یاشار، حالا پراید داره، یه آدم خیلی باسلیقه‌ایه. ولی به نظر من کسی که درآمد حالا 10-20 تومانی داره، بهتره که از شخصی حالا شاید من ماشین ژاپنی هم می‌کنیم که مثلا به جای اون ماشینا مثلا 400-500 بدی یه ماشین ایران خودرویی بگیری، همچین چیزی بگیری، خب خیلی جذاب‌تر، واقعا جذاب‌تر. شما؟ منم نظرم همینه. درد و دل نمیشه گفت، ولی خب توی ماشین بازی سعی کنین زیاد سرعت نرین و مراقب ماشینتون باشین، مراقب خودتون باشین. بابا این که نمیشه تو هم آخه هممون میگازیم دیگه. نمیشه، یه ذره سخته برای کسی که ماشینا رو سوار میشه جمع میکنه، یه ذره حالا نگازیدنه. ولی خب به نظر من هر جایی نباید گاز. آره اون خیلی که بخوایم مثلا کل کردن ها اینا تو خیابون با غریبه ها، مخصوصا اینکه حالا چند تا ماشین باز با هم خودشون کورس بذارن یا حالا سرعت برن، اینا مشکلی نداره از نظر من، با احتیاط باشه، ولی به دیگران کاری نداشته باشید تو خیابون. و اینکه یه سوال خیلی مهم من میخوام انجام بدم، بپرسم ازتون که کلا رفاقت تو اینجور ماشینا، یعنی این رفاقتی که بین ماشین بازایی که این ماشینا رو سوار میشن چجوریه؟ جو شما میخوام بدونم. به نظر من نظر شما این قضیه خب خیلی کیپه. اونجایی که مثلا گیر میکنی، زنگ میزنی به اون رفیقت که همین مدل ماشینو داره فرزن فلان، یا چرخ تو بیار فلان، من اینجا این چیزم ایراد پیدا کرده. یه اکیپی بود، حالا اسم نمیارم، به نظر من یه قانون خیلی خوبی داشتن، فرضاً از شهرهای مختلف بودن. بعد این اکیپ چجوری بود؟ یه شخصی میرفت یه شهر دیگه، ماشینش بین راه خراب میشد، تو اون اکیپ کسی که مثلا همون نزدیک تهران، مثلا من زنجانی اومدم نزدیک تهران، قبل تهران ماشینم ایراد خورده، خب هماهنگ میشدن تو گروه، کسی که تهران بود، اهل تهران بود، یا بعد اون قطعه رو میخرید میبرد واسه اون شخص، یا بعد از روی ماشینش باز میکرد میبرد برای اون. به نظرم خیلی حرکت فوق العاده ای بود. آره، چون این ماشینا مکانیک و لوازماش هر جایی نیست، به نظرم این یه معضل بزرگه، چون خیلی هستن توی حالا شهرهای دیگه که واقعا با این مشکل روبرو هستن، که مخصوصا مشکلی که باید همون لحظه اورژانسی حل بشه خیلی گیر میکنن، حالا تا لوازم بفرستی برسه و یا مکانیک حالا خوب پیدا بشه. این اتفاقا خیلی پیشنهاد خیلی خوبیه، ولی به شرطی که همه با هم حمله رو یک جور یک دست باشن به قول دیگه. رفاقت واقعا معنی رفاقت، ولی کلا رفاقت اینا حالا عمقش بیشتر هست یا نه؟ داره واقعا. آره یعنی یه جمعی هستیم الان، حالا یه سفری اومدیم شده، مثلا من اومدم یه ماشینم یه ایرادی داشته، اومدم تهران، به دوستی که تهران دارم زنگ زدم فلان، من ماشینم این ایرادو داره چیکار کنم، یا اومده با هم رفتیم اون قضیه رو حل کردیم، یا به معرفی کرده، حالا غیر بحث ماشینی اصلا در اومدیم بیرون، اون حالا هوا عوض شدنه، اونی که آقا هیچ جا نرو بیا خونه ما، من نمیذارم بری، حالا این چیزای ساده شه ولی خب قشنگه اینا به نظرم.
طبیعیه وقتی رفیقت هم مدل این ماشین رو داره، بالاخره اون هم یه تجربیاتی داره. ولی خب تو جمعای ماشین بازی خیلی از رفیقامون هستن که ماشین ندارن، اما ما صمیمانه دوستشون داریم و کنارشون خوش میگذره. تو هممون این مشکل رو داشتیم دیگه، ماشینی نبوده. و مهم میدونه سیویک باز بودن نیست، مهم عشق باز بودنه. ممنون از اینکه شرکت کردید تو این برنامه و اینکه در آخر این مصاحبه، حالا شاید بیشتر هدف این مصاحبه همین باشه، همین سوالی که میخوام بپرسم برای کسایی که تازه میخوان وارد حالا دنیای این ماشینا بشن و طرف میخواد بره این ماشین رو بخره و اینا، چه نکته‌ای دارید بگید که کمکش کنه؟ اینطور ماشینا آره ماشین کلاسیک حتما با کارشناس برن و از لحاظ پوسیدگی های بدنه، چون خب همش 30 سال از عمرش دیگه. گذشته و یک سری هاشون پوسیدگی دارن که باید چک بشه. این شناخت ماشینه خیلی مهمه. فرضاً حالا همین هوندای خودمون، سیویک خودمون رو مثال بزنیم، شاید اونقدری که لوازم بدنه‌ای ماشین قیمتش بالاتره، مثلا اون لوازم فنی پایین‌تره. شاید مثلا همون هزینه‌ای که برای جمع کردن یه موتور تیوب پایک می‌کنی، شاید کمترش رو برای تعمیر موتور این ماشین انجام بدی. ولی خب لوازم بدنش ظاهری نه کم، آره قیمتاش بالاست. این اذیت کنه. از لحاظ خیلی چیزا با ماشین ایرانی فرق میکنه، مثل مصرفی‌هاش مخصوصاً و خیلی از قطعات زیربندیش. مثلا واسه این ماشین صفحه کلاج میندازی 4 سال 5 سال کار میکنه و واقعا کار میده. این نحوه استفاده از اون ماشین خیلی مهمه. حالا نه اینکه بگیم چون ژاپنیه باید 10 سال 20 سال 5 سال کار کنه، همش بستگی به استفاده و نحوه رفتارت با اون ماشین داره دیگه. آقا یه مسئله داریم از قدیم، آقا شما اسبو پشت بزنی، اونم با پشت خودشه که بهت میکوبه که میچسبی تو دیوار. در صورت خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید و شرایط حالا جایی که ما زندگی میکنیم هم جوری باشه که جوونا راحت‌تر بتونن ماشین بازی کنن، حالا به علاقه‌شون برسن. ان شاءالله که اینجوری باشه همیشه. و اینکه ان شاءالله که همه چی درست بشه. فقط ما میتونیم بگیم ان شاءالله دیگه، کار دیگه نمی‌تونیم. من هم یه تشکر دارم، تشکر میشه گفت ویژه از آقای عرفان که توی بخش برق و زیربندی ماشین آره و خیلی چیزهای دیگه خیلی کمکمون کرده. آره، یکی از رفیقای ما هستن. رفیق فابریکی داریم، همیشه اذیتمون با این آقاست که تو پارکینگ خونه میریزیم زمین جمع جور می‌کنیم. اون خیلی کمک. تو این جمع کردن این ماشینا و طبق تجربه‌ای که خودم هم دارم، اینکه کسایی باشن که به عنوان حالا دوست، همراه یا با هزینه‌های کم بتونن کارهای ماشین رو انجام بدن، خیلی کمک می‌کنه. آره واقعا خیلی دست به آچار بودن خیلی مهمه، چه صاحب ماشین چه رفقا. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید و منتظر برنامه‌های بعدی ما باشید. مصاحبه بازم داریم با دوستای دیگه و اینکه تو کامنت ها به من بگید که دوست دارید با کی مصاحبه کنیم و درد دل کدوم ماشین بازو بشنویم. ممنون از همراهیتون.